شبها به ستاره ها رسد نالش من، از آب دو دیده تر شود بالشت من. تو بر سری بالین من، دیده رخی رو کم شود نالش من. در خیال کم شود نالش من. مهتاب شب است که از درت می پویم، ای تسبیح زمین سوخت کفی پایم. قربانکی پات میشم که من بدارم، سر از بغلی آچم چی تو بردارم. قربانکی پات میشم که من بدارم، سر از بغلی آچم چی تو بردارم. سبزی نه بچه خراب کردی ما را، در آتش تیز کباب کردی ما را. در آتش تیز کباب هرگز نپزده، ما سنگ بدیم و آب کردیم ما را. ما سنگ بدیم و آب کردیم ما را. یک پارچه زمین دارم نیم شد گاوانی کوهر دارم دیل و شقیزان. خدا میگومه کی بیش کند یوغ سپاره، گاوان بچه را روان من پیشکیو. گاوان بچه را روان من پیشکیوری. ای یار بیا که هر دو ما ناله کنیم، ای خونی جگر پیاله را ماله کنیم. ای خونی جگر پیاله را ماله نشد. ای یار بیا که عدی سر
صد ساله کنیم ای یار بیا که یادی صد ساله کنیم ای یار بیا که یادی صد ساله کنیم. با عرض احترام و محبت همیشگی که نسبت شما داریم بیننده های عزیز تلویزیون سفینه، هموطنان نهایت ارجمند، یک درود دیگرم از منبر برنامه فضا به همه شما. خاندانتان پر از نور، روشنایی، گرمی و سرشار از مهر باشد. عزیزان، چون هر وقت برنامه فضا هست، مهمان کاشانه های شما و ما نیز این شام در برنامه همون مهمان داریم که میزبانی مهمانان برنامه این شامینه را من سید انور بابا جان بر عهده دارم. یادآور میشویم عزیزان دل که حضور دارند در برنامه این شامینه ما رامشگران و آوازخوانان انسامبل فلک شعبه فرهنگی شهر ترسونزاده. شما را خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. ترانه نخستین را با هم آوازی اجرا کردن خب رحمتشاه میرزایوف و فضالت خواجه و بسیار زیبا. حسین بگوید در مورد افتتاح همین انسامبل که چگونه افتتاح یافت و چند سال است که این انسامبل فعالیت میکنه در شهر ترسونزاده. انسامبل فلک شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده با در نظر داشتی پیشنهاد شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده از 12 نوامبر سال 2007 با 12 واحد کاری تأسیس داده شد. بسیار خوب. حالا چند آوازخوان دارید، چند رامشگر دارید؟ حاضر 12 واحد کاری هستند. 3 تا آوازخوان داریم، 4 تا رامشگر داریم، 2 تا رقاصه داریم و دیگر عضویت ها. بسیار خوب. کارتون چگونه رفته ایستاده است؟ امروزها بند چی کار هستید در انسامبل فلک؟ امروزها در انسامبل فلک تیاری با جشن‌های از پیش می آمدگی. آمادگی برای جشن 31مین سالگرد استقلالیت و دیگر جشن‌ها. خب ترانه‌های رنگارنگ آماده کرده ایستاده اید؟ بله، ترانه‌های رنگارنگ آماده کرده ایستادیم. خیلی از ژانر فلک. بله. فلک چند نمودی که هست، ما همین ژانرها ترانه تیار کرده ایستادیم. فلک دشت، فلک راغی، فلک بدخشانی، همین نمودی فلک را آماده کرده ایستادیم. بسیار خوب. خانم فضالت، شما بگوید که انتخاب دویت سراییدن پیشنهاد شما بود و یا از اکای رحمتشاه؟ البته پیشنهادی اکای رحمتشاه بودن. وقتی که این دو بیتی‌ها رو ما کتاب رو نگاه کردیم، با همه جایی که ما کار میکنیم، اکای رحمتشاه گفتن که فضالت خان همین چخیل میشد که همین دویت هر دومون میسراییدیم. اول من راستی گپ روزی نشدم، برای که من گفتم من نه آنقدر باوری دارم که من از اودش میبرم یا نه. خیلی بعد ما یک جای با همکارو شیشتیم، مشق کردیم. کمی هم باشد ما خرسند میشیم که به دل تماشابینان پسند آید. بسیار خوب. چند روز آمادگی دیدین خب دو بیتی‌هایی که سرای دیدین دویت را؟ درستی گپ حالی یک ماه نشده است با ما به قریبی حالی این به فکری من سرود حالی تیار هم نیست. ما کم خواستیم که به تماشابینان کم ترک هم باشد پیشکش کنیم. خب چند سال از فعالیت میکنید؟ طولی چندین سال میشد که ما همه جای کار کرده ایستادیم و در پیش ایده استقلالیت هست. ما تیاری دیده ایستادیم و ما حرکت میکنیم که به تماشابینان سرود و ترانه‌های نو بنا ایجاد کرده پیشکش کنیم. بسیار خوب. بار اول است در چنین برنامه‌های تلویزیونی زنده سراییدنتون را؟ البته. در برنامه‌های تلویزیونی؟ البته. خب ترس و هراس صحنه تلویزیون چگونه است؟ شما را چی هیجان فرا گرفت هنگام ترانه سراییدنتون؟ چون گفتید نخستین بار است که در صحنه تلویزیون زنده می سرایید. شاید در دیگر محفل‌ها سراییده اید ولی صحنه تلویزیون گفتید بار نخست. البته من در صحنه بسیار سراییدگی هستم ولی لیکن امروز در شبکه تلویزیون بار اول زنده سراییده ایستادم. در اینجا این هم باشد با مهنت استاد اکای رحمتشاه. کم کم ترسیدید یا که چگونه بود؟
وقتی که انسان از خودش باوری میکند به فکرم نمیترسد. سپاس میگویم به شما. و چند سال است که روی صحنه هستید، فعالیت میکنید؟ چی را دریافتید از دنیای هنر؟ البته این دنیا درد دل است و من فلک رو همچون درد دل میشمرم، چون که وقتی که شخص فلک میسراید این درد دل است. صدقاً از تحت دل فکر میکنید که این انسان یک درد دارد به دلش. برای هوای وقتی که میسراید گویا درد دل خودش رو میبرارد. و عزیزان دل، برنامه زنده سرایی است. خود شما نغز میدانید. بعد چند لحظه صحبت باز البته شنیدن یک ترانه عین مداست. زندرو حال حاضر میسراید ترانه نوبتی رو طلبانشاه میرزویف، راهبر انسامبل فلکی شهر ترسونزاده. خب مرحمت، صحنه از آن شماست برادر عزیز. شدم کی دیاری نور رو بارای وطنم، ای جولانگاهی خلقی توش دارای وطنم. ای دارد با دلش نهان همه گنجی جهان، ای آشفته نیم کی سورای وطنم. ای آشفته نیم کی کو سورای وطنم. وطنم بهشتی ارمان وطنم، ای چشمه خون روان به هر جوی تنم. ای در سوی نزدیش ای بوت شینن هی شد همدم بکو بی فرهاد کنم. ای کرتا چکن ای هور بدن ای جانکی من جنبان همتن، جنبان همتن که همه سرمت شوه در جشنی وطن، در جشنی وطن. جنبان همتن که همه سرمت شوه در جشنی وطن، در جشنی وطن. ای شوخ نگاری چوجایی بور پری، ای شوخ که از بور پری خوب پری. تو رقص بیکن جان وطنم رقص کند، یک تو بیده طاقت توبم بیبری، یک تو بیده طاقت توبم بیبری.
ای کرتا چکن ای هور بدن ای جانکی من جنبون همه تن جنبون همه تن که همه سرمست شویم در گشتی وطن در گشتی وطن جنبون همه تن که همه سرمست شویم در گشتی وطن در گشتی وطن شادی کن ملکی چو بهشت خش آباد بیکن شکرانه صلح و خیردی راه برد شکرانه این دولتی آزاد بیکن شکرانه صلح و خیردی راه برد شکرانه این دولتی آزاد میکن ای کرده چکن ای هور بدن ای جانکی من جنبون همه تن جنبون همه تن که همه سرمست شویم در گشتی وطن در گشتی وطن جنبون همه تن که همه سرمست شویم در گشتی وطن در گشتی وطن در گشتی وطن در گشتی وطن سپاس میگویم بار دیگر برای همه شما و خیلی یک ترانه خوب رو اجرا کردن طلبانشاه میرزایوف همدیران گرامی قدر و واقعا هم شکرانه از آبادی و از استقلالیت و از یگانگی این ملت صاحب تمدن و افتخار میکنیم با پیشوای ملت همان عزیزان دل که دارای چنین یک وطن آباد و آزاد و صلح آفر هستیم. خب ادامه میدیم صحبت را و اکای رحمت شاه شما قصه کنید که امروز توجه نسل جوان هنرمندان جوان برای شامل شدن به انسمبل فلک شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده چگونه است؟ حاضر نسل جوان اومده هنرمندای پیری کار طرز خواندن فلک نواختن درس گرفته ایستادن. باید یک معرفی کنید رامشگرانی را که زحمت های زیاد میکشن اینجا مینوازن در آهنگسازی در تکمیل موسیقی ها به شما کمک میرسونن چون معلوم که همگی مردان سال دیده هستند البته واقعا هم دستشان درد را نبیند خیلی زیبا نوازش کردند. یکم با بیننده ها شناس کنید که ایشان خوب چون اسباب در دست دارن نام و نسبشون کی؟ نورالله سولیوف اگر که ستونی همه انسمبل فلک گوییم خطا نمیکنیم برای که آجاکا دوتورا یک چند تا اسباب موسیقی را می نوازن. خب دیگر نفران هستن با کریموف یوسف جون یک دو سال شد انسمبل مودا داخل شدگی خیلی و معلوماتی موسیقی داره نیستن و نروی زیبا تمام کردگی معلم در چیز کار کردگی مکتب موسیقی کوکانوف خورشید از اون جمله میخیل آهنگوی ناز پیدا میکنه ایجاد میکنه خوجایف سعید جون نظرف معروف جون بسیار نوازنده خوب آوازی خوشم داره سلامت یعنی برادر اکرام جون در یک جایی برای آماده کردن آهنگ و ترانه هاتون اهل رامشگران چگونه کمک میرسونند؟ ناز کمک میرسونند از اون جمله وای نورالله سولیوف سعید جون خوجایف یک جا میشینیم اگر یک آهنگ کمتر نمیسال یک نواختم با
اکای نورلو یک طرف دیگه شا چیز میکنه اصلاح میکنه. همه را تیار میکنیم میگیم بعد با میگیم که چه خوندن در کار چه با هر کا فکر خودش میگه و بعد اما آهنگ ایجاد میشه. اساسا خیلی انسان میگه فلکی هسته ما توجه و دقت ما یعنی فلک‌ها رو گفتن یافتن. بله. از در اینجا داریم فلک دشتی خون داریم، فلک دشت میخونه به اسباب با هسته، فلک سفری میخونه، فلک بدخشانی میخونن، فلک روغی، همه قسم های همه فلک ما کوشش میکنیم که بتونیم اجرا کرده و اجرا کنیم. بله. که با تماشابین خیلی پسند آید. بله. خب اشتراک در آزمون‌های ناحیوی و جمهوریوی جوانانی که فعالیت میکنن چگونه هستند؟ در آزمون ها در چهاربینی های شهری ترسنزاده، شهر دوشنبه، در فستیوال ها از آن جمله انسمبل ما اشتراک میکنه. در سیمپوزیوم های بین المللی 2 مرتبه اشتراک کردیم، جای نمایان گرفتن، افتخارنامه گرفتن بخشش. دیگه در دیگر جشن های ملی تاجیکستان با موفقیت اشتراک میکنن، فعالانه کار میکنن. خب سپاس میگویم به شما و وقت شنیدن ترانه نوبتی هم فرا رسید. بیننده های عزیز و حال حاضر فضالت خوجه و بانویی که در برنامه ما اشتراک دارد ترانه نوبتی خویش را میخواند. بر گوشی فلک خنده مستانه کنم، جهان با غم زبون از عالم دیوانه کنم. افسوس که عمری ما دوام می‌گذرد، از عشق هزار و یک شب افسانه کنم، از عشق هزار و یک شب افسانه کنم. شربت مهربانی بس در شام شراب تمام دارد، جا شربت مهربانی شب در ساغری دل تمام دارد. شربت مهر باده شب ترمام بلا مکام دارد، جا شربت مهر باده شب از بابی طرف تمام دارد.
پا بی طرف تمام دارد، دل شوق لبت مدام دارد، یارب ز لبت چی کام دارد، جا شربتی مهر و باده ایش در ساغری دل تمام دارد، جا شربتی مهر و باده ایش از پا بی طرف تمام دارد، از پا بی طرف تمام دارد، از پا بی طرف تمام دارد. بیننده های عزیز سپاس میگویم بار دیگر بر شما برای توجه کردن به برنامه ما. فضالت خواجه‌ایوا بودن، عضویت انسامبل فلک شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده که یک ترانه زیبا سراییدند و میخواهم پرسان شوم از اکای رحمتشو که برنامه فضای تلویزیون سفینه خب چگونه برنامه است و از این برنامه شما چی برداشت کردید؟ بهترین برنامه هسته. برنامه فضای سفینه حافظه جدا میکنه، خیلی که آردمی بیزی کو همین حافظ اساسی رو جدا میکنه، پیدا میکنه. همه ساله چند کنسرت برگزار میگردونید برای خب مردم شهر ترسونزاده، برای مهمانان؟ ما میگذاریم 4 تا 5 تا کنسرت میگذاریم. بسیار خوب. پس چیکار باید کرد که مثلا هنر رشد کنه؟ چیکار باید کرد که صدا و ولوله مثلا انسامبل فلک شهر ترسونزاده به بالاها رود برای مثلا پیشنهاد برنامه‌های خوبتان؟ باز میگم که مهنت کردن در کار، ایجاد کردن در کار. حاضر امروز دیگه ما باوری دارم انسامبل فلک شهر ترسونزاده که در کدام شهر ناحیه جمهوری تاجیکستان بروه در اونجا ناز قبول میکنم، برای که ما در میخل برنامه گذاری و میخل صحبت و مصلحت هایی داریم که ما در ظرفشانی میخونیم، هستن آفیسو یک تا ظرفشانی میخونم، بدخشانی میخونیم، فلک راقی، سفری، خطلانی، کلوبی، همه چیزا رو ما میخونیم. هستن ما چیزای ما، حافظای ما هستن، نوازنده می نوازند، عهدهشون میبرویم. بسیار خوب. تشکر میگیم به شما. عزت و اکرام و صاحب دلی همیشه همراه و همسفر ما و شما باشد. هموطنان عزیز، آهسته آهسته به انجام برنامه این شامینه فضا رسیدیم. خانه‌تان پر از گندم باشد، لبتان هرگز از تبسم کنده نگردد، شادی هاتون فراوان باشد، غم ها از شما دور، پاینده باشد صلح و ثبات در تاجیکستان بهشت آسای ما. بازم یادآور میشم که مهمانان برنامه این شامینه فضا بودن رامشگران و آوازخوانان انسامبل فلک شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده. تا برنامه های دیگر بیننده های عزیز، تنصیحت، موفق، کامگار بمانید. فرزند دوام عمر انسان باشد، نیروی دل و حلاوت جان باشد. مادر چو درخت است، مادر چو درخت است، در این باغ جهان بگذار که میوه‌اش فراوان باشد. بگذار
پیامی جوانی رفت دلگیر شده. از هویتی هجری دردی پیری به قفس، چون سیدی بدم گشتهی تقدیر شده. از مکر منافقان هم خیلی غرض گفت، در هر قدم دچاری تغییر شده. فرزندی و خسته و پیر شده، پیامی جوانی رفت دلگیر شده. پیامی جوانی رفت دلگیر شده. و از آل محیط کسی نمون در وطنم، او بول وطنم که بستی زنجیر شده. رجب تا برون پای من در ره قسمت، عمر با شکست بدن تویر شده. فرزندی و خسته و پیر شده، پیامی جوانی رفت دلگیر شده. پیامی جوانی رفت دلگیر شده. پیامی